بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درسوي خود را دوام میدیم از رساله 3 اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى تحت عنوان اصلی دویم می باشیم تا حال، و ما و شما الحمدلله زیر عنوان اصلی دویم اسلام چی معنا دارد، معنای اسلام چیست. گفتیم که هو الاستسلام لله بالتوحید و الانقياد له بالطاعه والخلوص والبراءه من الشرك و اهله. گفتیم باید که انسان میپرسند که در کدام دین هستی؟ در دین اسلام. خب معنای اسلام چیست؟ باید که شخص داند که معنای اسلام به الله تسلیم شدن است. در چی؟ در توحید. یک کس میگه که من در توحید تسلیم الله شدگی هستم، من میگه که خیر تو تسلیم الله شده باشی در توحید واقعا که هر سه نوعی که تقسیمات توحید گفت من نمیدوند، دروغ میگفت است، بیچاره جاهل بود است. بنابراین توحید سه قسم میشه: توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات. و هر کدام این با شرحش دونستن در کورس. اختصارا میگیم توحید ربوبیت هر کارهایی که فقط اونا را الله میکند که در زیر قدرت بنده نمی باشد و در توحید ربوبیت داخل میشه، مانند روزی دادن، بارانیدن و گیاه ها را رویانیدن، آفریدن و هاکذا، فرزند بخشیدن و هاکذا. نه. و توحید الوهیت هر کاری که الله تعالی خود به طریق پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم همین ها را به جا بیارید، کردن همین ها برای شما حتمی است یا که مستحب است یا که خوب است گفتگی، مانند هر نمود انواع عبادت ها که وظیفه بندگان می باشند که در برای خاطر الله حق سبحانه و تعالی صرف و یا را انجام دهند، مانند نماز خواندن، روزه داشتن، حج کردن و راست گفتن، کلمه شهادت گفتن، احسان به پدر و مادر کردن و هاکذا. اینها همش در توحید الوهیت داخل میشن که اینها باید که صرف برای الله حق سبحانه و تعالی ادا کرده شوند. پس این نوع توحید یعنی توحید اسماء و صفات، نام و صفات ها. باید که ما ایمان داشته باشیم به الله سبحانه و تعالی دارای نام و صفات ها می باشد، چه خیلی که خودش وصف کرده است و نامگذاری کرده است و چه خیلی که او را پیغمبرش صلی الله علیه و سلم وصف و نامگذاری کرده است، نه از هوا و نه از فلان گفته، نه هر یک جایی که میشه بی اساس. و الله سبحانه و تعالی نام و صفات ها دارد چه خیلی که به خودش لایق است. فهمیدید؟ یعنی که هر صفات های الله تعالی یکونش مجهول نیست، همش معلوم است ولی کیفیتش مجهول است. برای مثال الله بالای عرش برآمد، مثال گیریم چه خیر ما نمیدونیم، ما را خبر داده است که اما برآمد الرحمن علی العرش استوى، اما چگونگیش کیفیتش برای ما مجهول است، این نامعلوم است. خب و ما گفتیم که دین سه مرتبه دارد: اسلام و ایمان و احسان. هر کدامش با از یکدیگرش چه زینه‌های بلند دارد. زینه یکم این دین این اسلام می باشد، دویمش ایمان باشه، سوم احسان باشه. از نمخیل همشه به دلیل ها گذاشتیم و دلیل شهادت آن که الله حق سبحانه و تعالی جز او یگان معبودی بر حق نیست. گفته چند دلیل ها را از قرآن ذکر کردیم. بارک الله فیکم. انا اگر یعنی که درس از یادتان نبرده باشد و به من معلوماتی خوب داده باشد که دلیل شهادت میگیریم، الله سبحانه و تعالی میسر گردانده باشد دلیل شهادت آن که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. کسی شما را میپرسد که خب دلیل هست از قرآن نسبت آن که محمد رسول الله هست، پیغمبر الله است، باید که شما باید که و دلیل شهادتی چه خیلی شیخ الاسلام میگه و دلیل شهادتی ان محمد رسول الله قوله تعالی، دلیل آن که شهادت داده شود نسبت آن که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله است، فرستاده الله است، سخنی الله تعالی است. چه خیلی که الله تعالی در سوره توبه در آیه 128 میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم، در حقیقت به شما رسول آمد. همینجا در لام جواب برای قسم شده است. الله قسم یاد میکند که سوگند که به شما در واقع پیغمبر آمد. همون پیغمبر من انفسکم از جنس شما است، یعنی که ما رو از قبیل جنها
نکردیم، از قبیل فرشته ها کردن نفرستاندیم که با شما با انس گرفتن آشنا شدن قدر مناسب نمی آید، الفت گرفتن نمی توانست. برای ما از جنس شما از بنی آدم پیغمبر کرده با شما فرستانیدیم. عزیز علیه ما عنتم، هر چی که بالای شما گران افتاد و مشکل باشد بالای اون نیز مشکل است. همین یعنی غم شما غم اوست. بله. حریص علیکم، نسبت شما یعنی تلاش و کوشش کننده است که چی کنم که شما راهیاب شوید، چی کنم که شما سعادتمندی این دنیا آخرت به دست آرید، چی کنم که شما یعنی که به دیدار الله مشرف شوید. تلاش و کوشش پیغمبر همین بود، این وصفش الله کرده است. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت مؤمن ها خیلی هم دلسوز و مهربان بود. سبحان الله. من باید که چخیلی میگن که عالم ها میراثبران پیغمبر می باشند، باید که اینها هم چی باشند؟ تلاش و کوشش و غم و اندوهشون فقط برای نفسشون نباشد، باید که برای خلق باشد، برای مؤمن ها باشد. بله، دلسوز باشد، غمخوار باشد. نه، اما بسیار ملاها هستند که مردم به الله و پیغمبر به جای شناس کردن چیکار میکنن؟ به خودشون شناس میکنن. نه. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أنا من اسم معنی شهادت دادنی آن که محمد رسول الله است. یک کس میگه که من شهادت میدهم که محمد فرستادی الله است. خب معناش چی میشه؟ نمیدونم. برای ما حتی ملاها بیشترش نمیدونم، مسکین ها. فهمیده؟ باید که معناش ما گوییم که از چه عبارت میموشد. تحت این باید که ما 4 جمله ذکر کنیم، یعنی معنای گواهی دادن یا حقیقتا تو گواهی داده باشی، شهادت داده باشی که محمد در حقیقت فرستادی الله هستی برای تو، باید که تو همین 4 بند را از جد دانی. خب طاعته فیما امر، چی که امر فرموده است باید اطاعتش کنی. چی که امر فرموده است باید که سرپیچی نکرده، سرکشی نکرده اطاعتش کنی. این یک. ولی تمام نه. و تصدیقه فیما اخبر، چی خبری که دادگی است باید که تو باور کنی. وای خبر به چشمت میبینی، دیده استادی، نمیبینی یا خواهی دید، یعنی که کاردار نمیشوی، باید که باور کنی. واجتناب ما عنه نهى و زجر، باید که تو کنار شوی، خودت رو یک جانب گیری از کدام چیزهایی که منع کرده و باز داشته است تو را باید که دست کشی. این 3 بند میشه. این حوالی تمام نمیشه. 4 بند آن است که و ان لا یعبد الله الا بما شرع، باید که عبادت را چنان عبادت کرده شود طبق نشان دادش در شریعت. فهمیده؟ یعنی اگر همین چیز نویسیگه گفتیم مؤلف گویم الله را باید عبادت کرده نشود مگر طبق آنی که در شریعت پیغمبر نشان داده است. یعنی کورکورانه باید که تو عبادت نمازت تلاش و کوشش کنی که در اساس شریعت باید که نماز کنی. دادام همین خیل خان من همین خیل میخونم، ملا همین خیل کرد، نه. بگذار از پدرت گرفته باشی، از پیغمبر گرفته باشی، باید که تو به دلیل گیری. اگر واقعا از ملا گرفته باشی، ملا باید به دلیل گم نزند. خصوصا چخیلی که شیخ مقبل الله رحمتش کنه در صفت نماز پیغمبر میفرماید که التقلید فی العبادت حرام، یعنی در تمام عبادت ها تقلید کردن حرام است. تقلید یعنی کورکورانه به دلیل حرکت کردن، جنبیدن چی حرام است. میگه شریعت به دلیل میشود. فهمیدی؟ این شریعتی ما خودی شخصی ما نیست که ما چی که معقول ما شود همون چیکار کنیم از خود ما ایجاد کردن گیریم. نه، ما پیغمبر داریم. فهمیدید؟ یا که مثال گیریم قانونهای الهی را بعضی کسا میدونن، انواع عبادت میدونن، بعد چیکار میکنن؟ میخواستگی جاره قبول میکنن، نمیخواستگی را قبول نمیکنن. این نادرسته. فهمید؟ باید که الله تعالی در قرآن میفرماید که ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا
ان یکون لهم الخیرة من امرهم، نشاید مردی مؤمن و نشاید زنی مؤمنه را چون الله و پیغمبر یگان حکم کردگی باشه اینها اختیار باشد. ویبر میگون که یا مثال برای از هم میگود که من قانونهای الهی را همش قبول کردگی هستم ولی بسیار زنی را قبول کردگی نیستم. اگر همین زن از صدق دل یعنی گفتگی باشه دیدو دانستی گفته باشه کافر میشه. همین اگر بود که من راضی نیستم به همین حکم بود کافر میشه نعوذ بالله. اگر مستحیل حلال داند میکنه یا که مثال گرم یک مرد میگود که مثال من همین قانونهای الهی را راضیم ولی همین راضی نیستم همین جهاد آدم کافرم باشه بنده الله است که میگود چرا او را میکشن میگویند اینم کافر میشد اگر یعنی دیدو دانست حلال داند. فهمیدید؟ خلاصه باید که ما نارضایتی خود نسبت شریعت بیان نکنیم. میفارد نمیفارد معقولت هست معقول نیست میدونی نمیدونی باید که تسلیم شوی در پیش قانونهای الهیه. این بود یعنی که معنای گواهی دادنم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله است. ان شاء الله به دوامش در سوی اندر میگذاریم که با دوام میدهد که دلیل نماز و زکات و تفسیر توحید و هکذا. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.